روند تعلیم مهمترین عامل بهر رشد و انکشاف خوانندگان محسوب یافته دستاورد و دانش محصلین به سطح و صفت تعلیم و تربیت وابسته می باشد. مسئولین مکتب بین المللی اکسفورد در شهر خوجند میگویند که راه و اصول تعلیم در مؤسسه مذکور از دیگر مکتب‌ها فرق میکند. یعنی در این مکتب خوانندگان از روی کدام سیستم به علم آموزی جلب کرده میشوند و برای بیدار کردن ذوق دانش اندوزی چگونه شرایط فراهم آورده شده است. ما در این گزارش در این باره معلومات می‌دهیم. تعلیم در مکتب بین المللی اکسفورد در شهر خوجند با اصول نو به راه مانده شده صنفخانه ها با تجهیزات زمان معاصر تامین گردیده است. برای علم آموزی خوانندگان تمام شرایط ها مطابق به معیارهای بین المللی فراهم آورده شده است. مؤسسه مذکور طبق برنامه تعلیمی کمبریج بریتانیا کبیر عمل نموده روند دانش اندوزی پرره با زبانهای روسی و انگلیسی صورت میگیرد. ختم کنندگان صاحب سرتیفیکت تعلیمی بین المللی میگردند که این امکان میدهد تحصیلشان را در کشورهای خارجی و پیشرفته به دشواری ادامه دهند. ҷиҳатҳои фарқкунандаи ин мактаб дар он аст ки нахуст омӯзгорони дарсдиҳанда асосан аз хориҷи кишвар даъват шуданд ва соҳиби сертификатҳои байналмилалии таълимӣ мебошанд. دوم این آموزگاران متدیکای تعلیمی پیشرفته مکتب‌های جهانی‌رو در درس‌های خود استفاده می‌برند. سوم در درس‌ها 4 نوع تخته‌های صنفی استفاده شدند و در تخته الکترونی اینترنتی با سرعت نصب شده است و آموزگاران پرمحصول از آنها استفاده می‌برند. چهارم مشغولیت‌های تعلیمی از ساعت 8 صبح تا ساعت 5 بیگاه دوام می‌یابند. бар замми он маҳфилҳои гуногун аз қабили варзиши сабук, бозии шатранҷ, рассомӣ, дӯзандагӣ, кулолгарӣ, мусиқӣ ва сурудхонӣ, маҳфили дӯстдорони китоб амал мекунад. مکتب اکسفورد از دو بینای 4 آشانه 36 صنفخانه‌های تعلیمی مجهز با تکنیک و تکنولوژی حاضر زمان، آزمایشگاه‌های فنی، تالار برهوای مجلسگاه، آشخانه با 200 جای نشست، حجره‌های کاری، نقطه طبی، کتابخانه و تالار خوانش، میدان و تالار ورزشی کودکستان با عیانیت‌های جوابگو به استانداردهای جهانی جهازانیده شده برای محصلین محیط سازنده و شرایط ارزنده مهیا کرده شده است. یکی از خصوصیات فرق‌کننده مکتب اکسفورد از دیگر مکتب‌ها در آن است که از آغاز این مؤسسه مطابق به معیارهای بین‌المللی ساخته شده، هر یک گوشه آن به استانداردهای جهانی جوابگو میباشد. همچنین در نقشه تعلیمی همان مجسمه آن کتاب‌هایی که اکسفورد نشر کرده است استفاده میبریم. همزمان در جریان تعلیم دو فن موجود می باشد. این سیستم و مایگیمز. سیستم این علمی تکنولوژی، مهندسی و متماتیکا بوده. مایگیمز این رشد منطق است. باید قید نمود که در مکتب آموزگاران بلند اختصاص خارجی کار میکنند که از دیگر دولت‌ها دعوت شدند و صاحب سرتیفیکت بین‌المللی تعلیمی میباشند. That's why we want to make sure that they solved all their homework and that they are taking extracurricular activities. در روند تعلیم خوانندگان مطابق به ذوقشان به آموزش فن‌های دقیق و جمعیتی جدا گردیده برای رشد دادن قابلیت و استعداد آنها آموزگاران صاحب تجربه و نوآور پیوسته کاربری می‌نمایند. با این راه که در سطح جهانی اعتراف گردیده است ذوق آموزش را در دل خواننده بیدار می‌نماییم و آنها می‌توانند که در ساحه انتخاب نموده خود موفق شوند، میگویند مسئولین مکتب اکسفورد در شهر خوجند. در مکتب اکسفورد برای علم آموزی سمتی مخصوص موجود نبوده، آن وابسته به قابلیت خوانندگان انتخاب کرده می شود. چنانکه که می دانیم برخی از طلبگان با آموزش علم‌های دقیق و بعضی محصلین با علم‌های جمعیتی شوق و رغبت زیاد داشته زود مثال و مسئله‌ها را حل می کنند و یا شعر و متن‌ها را از یاد می نمایند. پیش از همه پورا تحلیل نموده می آموزیم و وابسته به نیرو و توان خواننده برای آنها سمت آموزش را معین می نماییم.
چنانکه که قید گردید طرز کاربری فردی با خوانندگان، آموزگاران ورزیده و دانشمند و محیط خوب علم آموزی امکان می‌دهد که خوانندگان استعداد و قابلیت خود را صیقل داده به کامیابی‌های نظررس نائل گردند. آکسفورد مکتب آرزوها میباشد که بهر عملی گشتن نیت و مقصدهای خوانندگان همچون شخصیت و لیدر تربیت یافتن آنها راهنمایی میکند، میگوید مؤسس مکتب مذکور سید مراد دولتوف. من میدونم توانایی مردم ما چه خیلی. من بسیار دولتو درس دادم مردم بگونه با فهمیدم که خلق ما علم با حواسش بسیاره. خلق ما از بالای علم مهنت کرده گرفتن لیاقت دارد. پروست همه خیلی بچه با شانس محیط ساختن در کار. طوری که متخصصان میگن هر یک نفر صاحب قابلیت و استعداد خاصه بوده به این یا آن ساحه شوق و ذوق بی اندازه دارد. تنها ضرور است که آن را دریافت نموده راهنمایی کرد تا که آن رشد نموده همچون متخصص بهترین به کمال برسند. مقصد از تشکیل مکتب بین المللی آکسفورد در شهر خوجند است این پیش از همه شرایط فراهم آوردن به خوانندگان بهر رسیدن به آرزو و مقصدهای بزرگشان ارزیابی کرده می شود.